سلام دوستان، وقتتون بخیر. میخوام در مورد بیماری باهاتون صحبت کنم که مربوط به ویروس هستش. سرخک یک بیماری ویروسی درگیر کننده مجاری تنفسی و پوست است. این بیماری بسیار شناخته شده و مسری هستش و به دلیل واکسیناسیون کاهش پیدا کرده است. علت بیماری سرخک ناشی از عفونت با ویروس روبئولا است که عمدتاً پوست و مجاری تنفسی را درگیر می کند. دوره پس از ابتلا به این ویروس 7 تا 14 روز هستش. از علائم سرخک قرمزی چشم و حساسیت به نور، نقاط سفید ریز در حلق و دهان، سرفه خشک و تند، کاهش اشتها، خستگی و تب نسبتاً بالا. دور از بیماری باشید.